حیات خصوصیش. اگر کسی دعوی نماید که عالم خان فراری در تمام مدت سلطنت خودش غیر از فسق و فجور کار دیگری به خاطر نام مبارک خود راه نداده بود، هیچ کس را برای رد کردن این دعوی حجتی نخواهد بود. امارت ستاره ماه خاصه که سبب میلیون ها خراجات بود، برای همین مدعا با وجود آمده بود. عالم های هر روز بعد از ناشتا به سلام خانه نشسته عریضه ها را میدید، لیکن به هیچ یکی از آنها جواب حکمی نمی نوشت و به کسی هم در خصوص این عریضه ها چیزی نمی گفت. در اینجا عالم خان حتی عریضه ها و خط ها و راپورت های مخفی و غیر مخفی را گرفته در جای محکم و پنهان هم نمی کرد. همه را یک نظر دیده یا ندیده می گذاشت و از سلام خانه برآمده به باغ یا به خانه های عیش و عشرت خود می رفت. بعد از برآمدن او امام قل آمده عریضه ها را می خواند و به هر کدامش که می توانست حکم یا جوابی می داد و آنها را که نمی توانست بی جواب می ماند. بعد از آن بچه های امرد که یاری بازی عالم خان بودند آمده آن قضاها را می خواندند و بعضی اش را می دزدیدند. بنابراین هر عریضه و هر کاغذ رسمی که به امیر عالم خان بیاید همون روز در میان اهل دربار و بعد از چند روز در بخارا معلوم و مشهور می شد. حتی اگر کسی می خواست که از آن کاغذهای مخفی را به اندک پول همان بچه ها دزدیده به او می دادند. در خصوص این که عالم خان به احوال مملکت چقدر نمی پرداخت، همچنین یک حکایت را می نویسم. حاکم ها و قاضی ها هر هفته یک بار از احوال مملکت به امیر رسما عرض می کردند. در زمان عبدالاحد بدرالدین قاضی کلان حق هر روز عریضه فرستادن را داشت. در زمان عالم خان قاضی برهان‌الدین قاضی کلان به او عرض می کند که پدرم در زمان پدرشان حقوق عریضه هر روزه را داشتند. در زمان ما که احوال از او مهمتر است و هر روزه احوال مملکت را معلوم کرده امر گرفتن من لازم است، حقوق عریضه هر روزه را به من هم شود مناسبتر خواهد بود. عالم خان البته به نام عالم خان امام قل و عریضه قاضی کلان جواب قبول می دهد و برهان‌الدین قاضی کلان که مقصدش از گرفتن این حقوق زیادتی اعتبار بود، در حال به فرستادن عریضه هر روزه شروع می کند. در دربار امیران بخارا رسم قطعی است که عریضه یک حاکم را به دربار برده تا جواب نبراید گشته رفته نمی تواند، مجبور است که جواب عریضه را منتظر شده نشیند. قاضی برهان‌الدین قاضی کلان 15 روز پی در پی 15 عریضه می فرستد و 15 عریضه نیز جواب نمی براید. هر 15 عریضه قاضی کلان در دربار سرگردان و حیران شده می گردند و هر روز به قاضی کلان ما را از این بلا خلاص کنید گفته خطها می کنند. بالاخره قاضی کلان به امام قل خط می نویسد و رشوتی بسیاری می فرستد که اقلا همان ارزچیان سیاه بخت را جواب بدهند. امام قل عریضچیان قاضی برهان‌الدین را از دربار رخصت می دهد و قاضی برهان‌الدین از عریضه هر روزه فرستادن توبه می کند. الحاصل عالم خان که از سلام خانه برآمده به باغ یا به خانه های عیش و عشرت خود درآمد، ما شخص حقیقی او را در آنجا درستتر دیده می توانیم. در حال بچه هایی که به عنوان مرهم و عسکر شیفسکی و تیرسکی در اطراف جمعند، لباس های رنگارنگ پوشیده به حضورش جمع می شوند. هر کدام بچه یک لعلی یا طبق خود را برداشته به درونش یک رنگ حلوا یا قنفیت یا میوه میگذارد و یک بازار صنعی ترتیب میکنند. بچه ها شیرین حلوا دارم، قنفیتی فرنگی دارم، شفتالوی آبدار دارم گفته مثل فروشندگان بازار فریاد میکنند. عالم خان مثل یک آدم ناشناس که به بازار در آمده باشد در میان آنها در آمده خریداری میکند و از هر کدامشان چیزی میخرد، پول میدهد و یکی از آنها اعلان عشق میکند در ناخونت و او را به هزار گونه لابه و زاری رام کرده به خانه اش میبرد. این بازی را در دربار عالم خان حلوا شیرین بازی میگفتند. حلوا شیرین بازی در ناخونک تا نیمی روز دوام میکند. بعد از این بازی دیگر که او را دیگچه پزی میگویند سر میشود. تفصیل این دیگچه پزی از این قرار است: تخمینا 20 دیگچه میده را به حضور امیر درآورده به آتش دانهایی که برای همین کار درست کرده شده است میگذارند. در چهارباغ ستاره ماه خاصه پهلوی گلخانه زمستانی که کنار حوض بزرگ است، این آتش دانها تا امروز موجود است. برای هر دیگچه به قدر که لایق است کمتر برنج و گوشت، سبزی و پیاز هیزم تیار کرده آورده میماند. عالم خان و با همان بچه هایی که در بالا عرض کردیم هر یک دیگچه را صاحب شده پلو میپزند. البته خوانندگان اعتراض خواهند کرد که آش پختن و آش خوردن که بازی نیست. هر کس که جای دارد آش میپزد و آش میخورد، این دخلی به بازی ندارد. لیکن ما میدونیم در دربار امیر آشخانه مخصوص پادشاهی موجود است. در آنجا آشپزهای هنرمند از هر گونه طعام‌های شرقی و غربی را همه وقت تیار کرده
منتظر طلب امیر می شدند و در جایی که در هر کدام ساعت از یک شب و یک روز طعامی را که امیر خواهد تازه اش تیار بود. هر کدام طعامی که اندک کهنه‌تر می شد در حال برآورده به مردم می دادند یا می ریختند. در همان دقیقه یک دیگ دیگر از همان طعام تیار شده منتظر ریخته شدن بود. اسرافات آشخانه پادشاهی به درجه رسیده بود که اکثر آن طعام‌های لذیذ را برای خوردن آدم یافت نمی‌شد. برآورده میان خس و خاک می‌ریختند. بنابراین باید قبول کنید که دیگچه‌پزی که ما در صدد بیان اویم غیر بازی دیگر معنایی ندارد. چنانچه گفتیم امیر نیز در قطار همان بچه‌ها یک دیگچه را گرفته مشغول پلوپزی می‌شود. در هنگام آش پختن هر یک از آنها چشم دیگر را غلط داده و دیگچه او نمک یا رنگ انداخته آش او را حیران می‌کند. در این وقت بر یک دیگر حرکت‌ها و شوخی‌های می‌کنند، دشنام‌ها و خوشامدهایی می‌گویند که قلم از نوشتن آنها حیا می‌کند. قاری رجب در ناخنک نامردی بی حیا و بی فضیلت و نادانی که به قاری موری در ناخنک مشهور است، در حلوا شیرین بازی و در دیگچه‌پزی همراه عالم خان بود. با الفاظ و حرکت قبیحه و با معامله هایی که گفتن و نوشتن آنها برای آدمی باناموس ممکن نیست، جناب عالی را در ناخنک خندانیده دماغ پلیدشان را چاق میکرد. عالم خان چون از این بازی هم فارغ شد طعامی میخورد. بعد از آن امام قل را خواسته میپرسید که برای شب چی داری؟ امام قل صورتهای زنهای اروپایی را که به دربار آمده بودند آورده به عالم خان می نمود. عالم خان یکی از آنها را به آن شب انتخاب کرده می فرمود که حاضر دارند خودش یک نفر از بچه های را که یاری با بازش بودند گرفته به خانه خواب می رفت. اگر بالفرض زنی موافق در آن شب نباشد، ابراهیم چه بی سرکرده عسکری سواری را طلب نموده سپارش میکرد که برای بزم شب از دسته عسکری یعنی از بچه ها 2-3 نفرش را تیار کنند. چون نزدیکی شام از خواب برمیخواست، اسباب بزم حاضر بود. 2-3 نفر دوتاری بچه‌ای که مخصوص خودش بودند حاضر می شدند. زن یا بچه‌ای که روزانه سپارش شده بودند هم می آمدند. خودش نیز 1-2 تا را می گرفت و برابر آنها می نواخت. زن یا بچه‌های آمدگی بازی می کردند. ابراهیم چه و امام قل را نیز گاه خود در بزم می نشانید. شراب و کباب می خوردند و شب را تا به وقت خواب به همین رسوایی می گذراندند. در اینجا عالم خان در مسکو و پترزبورگ امروز لنینگراد تا تاشکند اگنتی مخصوص گذاشته بود که آنها فاشیه‌های مشهور را درک کرده سودا کرده می‌فرستادند. گاه بعضی دخترهای خانواده‌های بناموس را نیز فریب داده گویا امیر شما را به زنی می‌خواهد گفته می‌فرستادند. اینک به مبالغه می‌توان گفت که همه وقت مشغولی شبانه روزی عالم خان فراری از این قرار بود. هر کاری که به همین پروگرام حیات او مانع می‌شد از آن بیزار بود. بزرگانی دربارش که اول نصرالله قشبگی و بعد از بیکار شدن او امام قل و قاضی برهان الدین بودند، از این حیات او بسیار راضی و شاکر بودند و هر روز میگفتند که حضرت هم به حضور و فراغت تمام مشغول عیش و عشرت باشند. کار مملکت را مایان درستی میکنیم. گفته می شود که مملکت بخارا با عالم خان از همین بچه و زن یافته دادن دیگر هیچ مناسبتی نداشت. حتی امام قل به حاکمان ولایت ها امر داده بود که هر سال وقتی که مالیات ولایت را به دربار می فرستند برای جناب عالی 1-2 بچه صاحب جمال نیز یافته فرستانند. عالم خان با این صفاحت مشغول نموده مرقبان درگاهش به واسطه حاکمان و قاضیان مملکت را به نوعی که می‌خواستند یخما و تاراج می‌کردند. دادی کسی به فریاد نمی‌رسید. عریضه ها و راپورت هایی که باعث خفگی امیر می‌شدگی باشد قطعاً به او نمی‌دادند. خلاصه از دست عالم خان و مرقبان درگاهش هر صنف اهالی به تنگ آمده بودند. از این جهت که در ایام پادشاهی او در شهر سبز دهقانان و در حصار قراطغین النوکاران شورش های نزدیک به اسیان کرده بودند و در باریانش به حیله و مکر و به زوری آن شورش ها را پس کرده عالم خان را خاطر جمع نمودند. به علاوه سال یک مراتبه به یلتا نیز رفته اسرافات و صفاحت های زیاد کرده می آمد. در سال 1914 که به یلتا رفته بود در آنجا اقامتش از حد معین گذشت و بنابراین بعض شائعه و خبرهای عجیب در میان مردم نشر شد.
لیکن بعد از آمدنش فهمیده شد که این صفحه در یالتا با یک ارمنیزن مناسبت کرده است. شوهر آن زن او را در کوچه کشتنی شده تیر زده است. عالم خان از آن تیر زخم اندک برداشته است و این دیر بازگشتن از یالتا برای معالجه کردن زخم همان تیر بوده است. اینک عالم خان پادشاهی 10 ساله خود را با این طریقه گذرانید. خبر انقلاب فورال یک درجه عیش او را تلخ کرده بود. از روی ثوابدید نصرالله قشبگی بلکه به تکلیف او از چهارباغ ستاره ماهیم خاصه به داخل بخارا در آمده در ارک رخت اقامت انداخته چند روز با خاطری مشوش زندگی کرد. بعد از آن که به واسطه رشوت بسیاری ماموران وکالتخانه روسیه را به خود کشیده از آنها تسلی و وعده معاونت گرفت، باز به کارهای خود مشغول شد. بعد از آن چند روز کارها به پنجه اقتدار و اختیار نصرالله قشبگی و وکالتخانه روسیه گذشته مانیفست مشهور را نشر کردند و در مقابلش حرکت عکس‌الانقلابی را نیز ترتیب داده و روی کار آوردند. در نتیجه این کشمکش ها نصرالله قشبگی تماما مغلوب شده از مسند قشبگی افتاده و جایش نظام الدین مشهور و میرزای اورگنجی منصب وزارت را صاحب شد. بعد از آن اداره حکومت به دست قاضی برهان الدین قاضی کلان و میرزا نظام الدین اورگنجی و امام قل و 4 نفر وکیل ها که حقیقتا آلت احتراسات همان 3 رکن حکومت بودند گذشت. اینها عالم خان را مثل یک حیوان تعلیم یافته بازی کنانیده خون بسیار کسان را ریختند و خانه بسیار بیگناهان را خراب کردند. بعد از آن که در روسیه انقلاب کبیر اکتبر به وقوع آمد، خیلی از عکس‌الحرکتیان روس که در ترکستان بودند از پنجه انتقام حکومت پرولتاری خودشان را رهانیده به بخارا گریختند. امیر را با درباریانش احمق کرده وادار نمودند که در مقابل حکومت شورایی حرکت نماید. ذاتاً حکومت امیری که با انقلابیان بخارا سر و حساب داشت و آنها در حمایه حکومت شورایی بودند، اصلا نمیخواست که با حکومت شورایی دوستی نماید. بنابراین عکس‌الحرکتیان روسیه را به خوبی قبول نمود، با آنها معاونت کرد و بخارا را به حال یک مرکز عکس‌الانقلابی ترکستان درآورد. این وضعیت دشمنانه که عالم خان و درباریانش در مقابل حکومت شورایی گرفته بودند باعث محاربه کالیسوف و امیر گردید. فوریه سال 1918 یک روز پیش از محاربه میرزا نظام الدین اورگنجی را از وزارت بیکار کرده به جایش عثمان بک در ناخنک نام یک شخص مفلوک بی اراده را قشبگی کرد. درباره این بیکاری ناگهانی نظام الدین هر کس هر چی میگوید. بعضی از آدمان به اسرار دربار عالم خان واقف بودند این واقعه را به کشته شدن نصرالله قشبگی مربوط می‌دانند. اینها میگویند که اگرچه میرزا نظام الدین اورگنجی از دشمنان نصرالله قشبگی شماریده میشد، لیکن به کشتن او راضی نبود، زیرا اینها یک وقت با یکدیگر دوست بودند. امام قل و قاضی برهان الدین قطعاً طرفدار کشتن نصرالله بودند. نظام الدین اورگنجی به آنها با کمال سختی مخالفت میکرد. ذاتاً بعد از قشبگی شدن نظام الدین ممکن نبود که در میان او و امام قل و برهان الدین قاضی کلان مبارزه و تلاش نفوذ پیدا نشود. بنابراین امام قل و برهان الدین عالم خان را عزل نظام الدین وادار نمودند. واقعاً عزل نظام و قتل نصرالله قشبگی در یک وقت واقع شد. در همان روز احمد بگی دربان از عالم خان حکم قتل نصرالله قشبگی و فرزندانش را گرفته به کرمینه رفت و از حاکم آنجا که تقای عالم خان بود چند نفر عسکر گرفته به خانه نصرالله قشبگی رفته او را با چند نفر که در آنجا بودند به صورت فجیع به قتل رسانیدند. چون محاربه کالیسوف نتیجه خوبی نداد و کالیسوف در کاگان دوام کننده محاربه ها را ممکن ندیده رجعت کرد، عالم خان از این موفقیت به اساس خود، زیرا حقیقتا موفقیت نبود، چون که اگرچه کالیسوف و جوان بخاری ها از کاگان رجعت کردند، لیکن از تاشکند و مرو برای مدد آنها عسکر آمده خطرچی کرمینه و چهارجوی را گرفته بود. خیلی بالیده به عیش و عشرت و فسق و فجور خودش دوام نمود. درباریان او نیز این موفقیت را از مقدمات موفقیت های آیندگان کرده و فکر فتح سمرقند و تاشکند افتادند و جمع کردن اسباب های جنگ و عسکر کوشیدند. از یک طرف با نمایندگان انگلیا که در ترکمنستان بودند مناسبت کرده از آنها اسباب و اسلحه جنگ گرفتند و به افغانستان به نزد امیر حبیب الله در ناخنک
هیئتی سفارت فرستاده خواستند در مقابل حکومت شورایی اتفاق نمایند. ارکان این هیئت سفارت که از امرای تورخواجه صدور و از ملاها قطب‌الدین مدقول بودند با یکدیگر نزاع و مخالفت کرده خودشان را در نزد حکومت افغان مسخره و بی‌اعتبار کردند. مشهور است که افغانها این هیئت را رخت خواب چشمدار در ناخنک نام نهادند. این هیئت به هیچ نتیجه برگشتند. نزاع و دشمنی در میان این هیئت سفارت آنقدر قوت گرفت که در بازگشت همراه آمدن نتوانستند و تنها به بخارا برگشتند. از طرف دیگر حکومت عالم خان عکس‌الانقلابیان ترکستان را به دور خود جمع کرده به مشورت آنها در مقابل حکومت شورایی حاصلی می‌دید. یک نفر از اهل قلم بخارا که همه وقت در بخارا بوده است، این از واقعه کالیسوف تا انقلاب بخارا همه کارهای درباری را با چشم خود دیده همه را به یک طرز بی‌طرفانه قید می‌کند. از آنجا که این مرد از افراد انقلابیان بخارا نیست، هیچ کس به بی‌طرفانه بودن بیانات او نباید شبهه‌ای داشته باشد. ما بیانات آینده را از کتاب تنزیل الامثال که اثر آن مرد فاضل است نقل می‌نماییم. چون واقعه کالیسوف به نهجی که در سابق نگارش یافت تمام شده، فی الجمله از آن محاربه شاهد فتح و نصرت بر روی امیر و سپاهش چهره گشا گردید. کافه اهل دربار همگی همت خود را مصروف ترکتازی و مشق تیراندازی نمودند. امیر عسکری بسیاری به گرد خود جمع کرده چند دسته و فوج ها ترتیب داد. فوج را لباس های فرم ترکی پوشانیده ترک نام نهاد و گروهی را به تشبث میرزای اورگنجی از عرب ها گرفته عرب بچه نام کرد. دزدان زندانی را برآورده آزاد کرده به مثل آنها قاچگان قراغان یعنی بی سر و پای بسیار را از تومان‌های یافته به نام شیر بچه تشکیل کرد و جمعی از مولا بچگان شورانگیز خودها را فدایی کرده جمع شدند و از جماعه امینان و آقسقالان و دهقانان صاحب ثروت و کاریتازان را با اسب و انجامشان آورده در چهارباغ‌ها جای دادند و هرچی اسباب معیشت آنها بود همه را مهیا کردند. آنها هر هفته چقدر نان و گوشت و برنج و چای جمع کرده خورجین های خودشان را پر کرده به خانه هاشان میکشانیدند. غیر از اینها هر قدر سعیس و عرابکش و فراش و غیره که به امیر و عملداران کلانش متعلق بودند به همه آنها منصب داده شد و علاوه به اهل تومانها چنانچه در بالا مذکور گردید هم هر روز منصب و سر و پای داده میشد. به مبالغه هر روز به 1000 کس یرلیق منصبداری و سر و پای می رسید که در نظر ارباب تنقید به مسخرگی و افراط انجامیده بود. و بالای این عسکرها آدم‌های بی علم و نادان بودند. امیر سرداران عسکر را تضییق میکرد که بچه‌های مردم را به صورت جبری گرفته عسکر میکردند. به عسکرها هیچ گونه تربیت حربی و سیاسی نمیدادند. آنها فقط بد اخلاقی را تعلیم میگرفتند. خود امیر با وجود این که امر خطرناک مقابله کردن با دولت شورایی را پیش گرفته بود، به عیش و عشرت و لهو و لعب مشغول و سرگرم بزم و امردبازی بود. از فضل و هنر دوتار نوازی را یاد گرفته شبها همه شب در قطار دایره دستان و حافظان نشسته مشغول ساز و نواز بود. دائما هم صحبت امیر همین سازندگان بودند. از فضل و هنر اگر بپرسی خرپنجه گرفتن از تو یانباش. چنانچه چند پیش از این یک نفر بابای ماشینچی از سمرقند به بخارا آمده بود، پسر امردی داشت که دوتار می نواخت. بابای ماشینچی با من آشنا شده بود. پدر و پسر چندی در بخارا اقامت کرده بعد از آن به وطن خودها رفته بودند. یک روز خانه نشسته بودم که آن پسر ماشینچی به حوالی فقیر در آمد، لباس عسکری در بر، چند نشانهای 8 و 6 پره به دوش و کمر کلاه ترکی بر سر. اول مرتبه نشناختم، بعد از آن معلوم شد که پسر همان بابای ماشینچی است. احوالش را پرسیدم، گفت که من آمده به امیر عسکری فدایی شدم و نیز دوتاری بودن من معلوم امیر شد و مشق دوتاری مرا بسیار پسندید. همیشه مصاحب امیر شده به خانه های خاصه هر شب بزم و طرب میکنیم. التفات امیر به من از هر چیز زیاد است، چون که خود امیر دوتار را نیکو می نوازد. این است کیفیت احوال عالم خان غازی. کلانها و سردارهای سپاه در خانه امیر با یکدیگر در مقام کینه و خصومت و عداوت بودند. هم دیگر را دیده نمی توانستند. با آنکه هر کدام آنها خیروار تنگه و طلا داشتند،
از دیگر متاعها و قماشها و ملک و اسباب چندان جمع کرده بودند که حساب نداشت. باز از کمال حرص و آز که داشتند 10 انگشت خودها را به دهان انداخته حیران بودند که باز باغ و حوایل کی را صاحب شوند و اسب کی را بگیرند. چنانچه یک نفر از امرا که به منصب قشبگیگری رسیده تمام خزینه امیر را به قبضه اختیار خود گرفته بود، از غایت حرص چشمش سیر نمیشد و انصاف نمیکرد. همیشه در صدد این بود که پسران خود را به کدام ولایت حاکم کند و با کوشش بسیاری به امیر مقبول کرده پسران خود را به هر طرف حاکم کرده میفرستاد. آن بدبختان نه علم داشتند نه عقل، خانه رعیت را میسوختند و مال جمع میکردند. چنانچه میرزا سلیم بیک ایناق و اولیا قل دیوان بیگی در بخارا محله نبود که آنها حوالی نداشته باشند. فداکارترین و جانسپارترین امرا نظام الدین قشبگی از هر محله حوالی و از هر دهه 4 باغ داشت. باغ و حوالی های حکومتی را نیز از آن خود کرده اقامت میگزید. قاضی کلان و رئیس کلان و آخوند و اعلم به تعصب یکدیگر از کمال حرص و آز پسران خود را در جای کلان قاضی کنانیده به فکر جمع مال و ملک بودند. با وجود این قدر کار چشم این عزیزان سیر نمیشد. همگی به تجارت نیز مشغول بودند و الحاصل از امیر عالم خان و کارگزاران او آنقدر کارهای بد به عمل می آمد که به گفتن راست نآید. همه آنها از نادانی و عهده نابرایی امیر عالم خان بود. در ایام پادشاهی امیر عالم که مدت 10 سال کما بیش است، دیده یا شنیده نشد که به کار امرا و حاکمان خود اراده گرفته این کار چرا چنین شده است، باید چنین شود یا نشود گفته حکم صادر کرده باشد. غیر از امام قلی خزینه‌چی و برهان الدین قاضی کلان و نظام الدین رئیس کلان و میرزای ارگنجی قشبگی از کارگزاران خود کسی دیگری را نمی‌شناخت. تمام کارهای مملکت را با آنها سپاریده خودش به لهو و لعب مشغول شده بیخبر از عالم نشسته بود، لیکن از عالم موسیقی و عیش و بازی خیلی خبردار بود.